به نام خدا، با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، از استراتژیست های عزیز دل. امیدوارم هر جا هستید حالتون عالی باشه، پر از سود باشید و دلارهای بازار رو مثل همیشه پارو کنید. من حسین هستم از کانال یوتیوب ارز استراتژی. خیلی خوشحالم که با یه ویدیو جدید دیگه امروز در خدمتتونم. امروز میخوام بچه‌ها یه نکته‌ای رو در مورد کراس های ایچیموکو بهتون بگم که نکته مهمیه و میتونه خیلی بهتون کمک کنه توی اعتبار سنجی کراس هاتون. خیلی میتونه کمک کنه، چون دیدم علاقه‌مند هستین به این بحث کراس ها. فکر کنم 4 یا 5 ویدیو من راجع به کراس ها ساختم، حالا بگردید پیدا میکنید که ویدیوهای خوبی هست و به این سادگی ها نیستش که شما تو اینترنت میبینی ریخته دیگه آموزشش، که نمیدونم از بالا اگر تنکنسن که جنسن رو قطع کرد سل بگیر، اگه به بالا قطع کرد بای بگیر، یا همچین چیزی اصلا نیست و اصلا همچین چیزی نداریم. خیلی ریزه‌کاری داره کراس و خیلی استراتژی های زیادی فقط با همین کراس همین دوتا خط میشه ساخت، ولی بسته به حالا روحیه خودتون، بک تستای خودتون داره و اینکه مدیریت سرمایه‌تون به چه صورت هست و مدیریت ریسکتون. من میخوام نکته رو بهتون بگم توی این ویدیو، اما میتونید ازش استراتژی هم استخراج بکنید در واقع. ببینید زمانی که ما یه کراس، من یه دید کلی، ببینید وقتی چارت رو زوم اوت میکنم یه دید کلی من بهتون بدم. زمانی که اصلا یه قیمت، من اصلا الان با ایچیموکو هیچ کاری ندارم، خب قیمت زمانی که بچه یه صعود طولانی یا نزول طولانی رو طی میکنه، فرض کنید یه مسیر طولانی رو داره میره، خب رفته رفته از قدرتش کم میشه عموماً و نیاز داره که یه اصلاحی بکنه، یه استراحتی بکنه و هی در واقع این احتمال بیشتره که یه ریزشی داشته باشه. مثلا اگر من صعود به این بلندی رو میبینم داشتم، یه استراحتی قیمت نیاز داره. اگر قرار همچنان صعودش ادامه دار باشه، حداقلش اینه که یه ریزشی رو باید داشته باشه که دوباره انرژیش رو جمع کنه و دوباره صعودش رو انجام بده. اگر اینکه کلا قصدش این نباشه که کلا بریزه و اصلا روند کلا عوض بشه. این دید رو همیشه تو چارتتون داشته باشید. خب یعنی ببین مثلا اینجا الان یه ریزش زیادی رو داشتم، ببین یه جای قیمت استراحت کرده، ریخته استراحت کرده، هی قدرت ریزشش کم و کمتر شده تا اینکه دیگه کلا صعودی شده. صعود هم همینجوری. این یه دید کلی رو داشته باش، کارش داریم. حالا وقتی من میبینم بچه قیمت خیلی دیگه داره اینجا رشد زیادی رو کرده و دیگه داره خسته میشه، من رو هر کراس بای دیگه دوباره هر کراس رو به بالای بای نمیگیرم در واقع. خب حواسمو بیشتر جمع میکنم، دست به عصاتر حرکت میکنم. خب این از این. حالا ببین من اینجا پس منتظر کراس های سلم بیشتر، مثل اینجا مثل اینجا. زمانی که یه کراسی در واقع رخ میده، من توی اینجا میبینم که از بالا به پایین یک فلج شده، در واقع کی جون سنم از بالا اومده با یک شتاب زیادی اومده، یک کراسی انجام شده، من میام به دقیقاً کندلی که کراس روش انجام شده رو نگاه میکنم. کجا بوده؟ اینجا میبینی جدا شده ازش، این کندل سبزه بوده. الان این میشه یه سیگنال نزولی برای من دیگه، اما من اینجا وارد نزول نمیشم. کجا بهتره وارد شم؟ من الان این کندل سبزه میبینم این کندل من قبلش یک دره‌ای بوده که به عنوان حمایت این قیمت در واقع محسوب بشه یا نه. خب من میام اینجا رو نگاه میکنم، این الان پایین ترین نقطه که بوده اینجا بوده دیگه، درسته؟ این کندل قرمز رو که ببینی پایین ترین نقطهش میشه اینجا. ای بابا چه اینجا. خب این الان کندلی که در واقع کراس روش انجام شده این سبز است. من منتظر میمونم یک کندل خوب با حداقل بیشتر از نصف بدنه این قسمت رو بشکنه رو به پایین، اون موقع مطمئن تر وارد میشم. مثلا الان اینجا شکسته، کندل هم خوبه اما نصف بدنه نیست، میتونی وارد شی ها. من نمیگم وارد نشو، بسته به بک تست خودت داره. من باشم وارد نمیشم، یه کندل دیگه بهش اجازه میدم. اینجا میبینم آقا تمام کندل اومد زیر این ناحیه من اینجا میام، حالا بسته به استراتژی خودم وارد میشم. خب بسته به استراتژی خودم، حالا من میتونم همینجا مثلا استراتژی بگه این چرا اینجوری میشه امروز، نمیدونم چه مرگشه، نمیدونم چشه بچه‌ها. من اینجا سل رو میگیرم، مثلا استافم رو اینجا میذارم، حالا با ریسک ریوارد 2 من برای خودم عموما این کار رو انجام میدم. مثلا باز بیام اینجا رو نگاه کن، زمانی که بای مثلا یه سیگنال بای میبینم اینجا بوده دیگه، میبینی اینجا من الان یه سیگنال
بای رو در واقع میبینم. الان اینجا رو این کندل قرمزه در واقع کراسی اینجا رخ داده برای من و یک نزول شدیدی داشتیم، انتظار یک اصلاح حداقل رو داریم. خب من میام اینجا ببینم بالا اینجا قبل از این نزدیکترین قله کجا بوده؟ این کندل سبزه بوده دیگه، درسته؟ اینجا ای بابا این چه مرگشه، نمیدونم چرا امروز اینجوری میکنه این، نمیدونم مشکل موس هم بچه‌ها چیه. بالاترین نقطه این کندل سبزه میشه اینجا. زمانی که میاد یه کندل خوب با نصف بدن حداقل بیشتر میشکنتش، اینجا من میام وارد میشم. خب من اینجا مثلا بایم رو بگیرم، امیدوارم الان اذیت نکنه که نکرد، خدا رو شکر زیر کیجونسن هم میذارم استاپم رو و حالا با ریسک بریوارد 1.5 2 دیگه، حالا هر چی بسته به استراتژی خودتون که خودتون دیگه اونو استاد شدید توش، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید و میاد مثلا تا 2 که اینجا دیگه ببینید دقیقا یه مقاومتی هم سر راهش هست اینجا که این فلته قبلا بعدا تشکیل میشه و قبلتر هم اگر بری میبینی که اینجاها یه سری ما چیزایی داشتیم. ببین اینجا یه فلت ابر رو داشتیم، اینجا رو ببین قیمت اینجا قبلا واکنش. الان من با اون کاری ندارم ولی خب ریسک بریوارد 1 به 2 من روی یورو یو اس دی در واقع کار میکنم بیشتر، برای من اوکی هستش. حالا اون دیگه بسته به چیز خودتونه دیگه، میبینی که حالا رسیده بهش و اینجا مثلا خورد. کلیتش رو متوجه شدی؟ همونجا زرتی وارد نمیشی. سعی مثلا اینجا ببین مثال نقضشه، اینجا رو ببین باز نگی اینو رد کرد. الان اینجا ببین رو این کراس من یه در واقع کراس رو به پایین میبینم، اینجا کندلم رو نگاه میکنم، من باشم اینجا وارد نمیشم ولی مثال نقض این چیزیه که گفتم، الان وارد میشدی استاپت میخورد. خب من باشم وارد نمیشم. چرا؟ من همیشه رو اولین کندل کراس وارد نمیشم بچه‌ها، سعی میکنم همون اولین کندلم رو هم بشکنه بعد وارد میشم. در واقع مثلا الان پایین ترین نقطه است، قبلش هم دره خاصی نشیم با توجه به اینکه من اینجا یه فلت بلندی دارم و اینجا هم یه فلت دارم، یه محدوده به شدت حمایتی قوی هست که اصلا اگر به این نگاه میکردی وارد نمیشدی. برفرض من کورم اینو نمیبینم، اینجا هم وارد نمیشدم، سعی میکردم وای میستم یه کندل بهش فرصت میدادم، اگر این دره این رو شکست بعد وارد میشدم. خب این نکاتی که دارم بهت میگم رو قدرش رو بدون، واقعا نکاتیه که با تجربه به دست اومده، یعنی هر جایی نمیبینی واقعا. حالا نمیگم همشو من دارم میگم مال منه، نه، خیلی از اساتید که خیلی خیلی استادن واقعا و من اصلا انگوش کوچیکشون هم نیستم، اینا رو میدونن، اما توی اینترنت و اینجور جاها پیدا نمیکنی این چیزا رو، اینا دیگه تجربیه بیشترشون. ببین مثلا اینجا الان یه کراس رو به پایین انجام شده روی این کندل سبزه، نزدیکترین دره کجاست؟ اینجاست. کدوم کندل میاد میشکندش؟ این کندل. اینجا من وارد میشم و حالا ریسک بریوارد دومو میذارم و سلام رو میگیرم. سعی میکنم بیخودی طولانی نکنم. برو رو چارت بچه‌ها تست کنید، رو چارتتون بک تست بگیرید ببینید چه جوریه، زرتی وارد معامله نشید، پول واقعی وارد نکنید به بازار، خواهش میکنم ازتون. 6 ماه 1 سال شما باید رو دمو کار کنی، مسلط چی به استراتژی، باگاشو در بیاری. الان همین استراتژی که بهت گفتم کلی میتونی همینو چکش کاری کنی، ببین مثلا اینجا که استاپ من خورده، من بیام فلان کارو بکنم این استاپامو کم کنم. اینجا مثلا من میتونستم فلان کارو بکنم زودتر وارد معامله شم. اگه فلان اتفاق مثلا برای ابر کومو رخ داده بود، مثلا من اینجا یه گودال داشتم تو ابر کومو، اینجوری یه اتفاقی افتاد، من اینجا خب میدونم که ریزش بهتری خواهم داشت، پس بیام ریسک بریواردمو بیشتر کنم. اینا همه نکاتیه که بچه خودتون با چکش کاری کنید، من یک دید کلی دارم بهتون میدم. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. مرسی که لایک میکنی، دمت گرم. کامنتات هم که واقعا به من انرژی میده و میدونم که با توجه به کامنتاتون ویدیوی بعدیم چی باشه. موفق و پرسود باشید تا ویدیوی بعدی. خدایا رو نگهدارتون باشه.